سالم سازی محیط رشد فرزندان. باید محیطی که فرزند رشد میکند، محیط خانواده، محل آرامش باشد. اگر میخواهید فرزندانتان تربیه درست شوند و تربیه اسلامی شوند، باید محیط آرام بسازیم، محیط بدون از دغدغه و کشمکش و جنجال. در خانه‌ای که شب روز جنگ و جدال و کشمکش باشد، فرزند رشد نمی کند. فرزند از موقعی که چشم به دنیا می گشاید تا زمانی که رشد می کند، غیر از جنگ و غیر از دعوا چیزی در خانه نباشد، این فرزند رشد نمی کند. خانه مسلمان محکمه نیست که دعوا رو به پا بکنیم. از خانه جنگ زده ما و شما امید و آرزو داریم فرزندان چون ابو حنیفه به دنیا بیاید. این روش درست نیست. پدران و مادران بزرگوار، محیط خانواده محیط رشد و نبوغ فکری یک فرزند توست. خانه را آرام بکن، جنگ و جدال نباشد، حرفای ناشایست نباشد، لغو و لعب نباشد، لهب و لعب و کارهای بیهوده نباشد، بحث طلاق و طلاق بازی نباشد. محل صلح باشد، محل آرامش باشد، محل اطمینان باشد. الله رب العزت چه ترسیم زیبایی از خانواده یک انسان مسلمان دارد. تو ازدواج کردی تا به آرامش برسی، نه ازدواج کردی که خانه خود را تبدیل به محکمه دعوی بکنی. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از جمله نشانه های رب العزت و الجلال اینه که از جنس شما زن برای شما قرار داد و هم انسانی است. فلسفه ازدواج چیست؟ لتسکنوا الیها، تا این که به آرامش برسید. محل خانه یعنی محل سکون و آرامش و اطمینان دل. و جعل بینکم موده و رحمه. سبحان الله. الله رب العزت در دلهای شما نسبت به یکدیگر ای زن و شوهر رحمت و عشق و محبت را گذاشته. این خانه مسلمان که مملو از آرامش و اطمینان. هرگز آرزو نداشته باشید فرزندان شما متفکر شوند، اندیشمند شوند، ترقی و تعالی و نبوغی فکری برسند. خانه‌ای که پر از جنجاله، خانه‌ای که کشمکشه، خانه‌ای که دعوایه، در نطفه نبوغ فکری فرزند در تو خاموش میکنی. این فرزند رشد نمی کند، این فرزند به ترقی و تعالی نمی رسد. این تو هستی پدر که افکار فرزند در به دست خود میگیری، ترقی و تعالی میدی، میشه یک دانشمند بزرگ، میشه یک متفکر، یک فرهیخته. به محیط خانه محیط آرام بسازیم، محیط آرامش، زندگی روشمند داشته باشیم تا فرزند ما رشد بکند. این فرزندانتان والله العظیم سرمایه بزرگند. اینها را ساده جلوه ندهید. به دنیا آوردیم دیگه کار نداریم. تربیت درست زمانی می شود که محیط سالم باشد، محیطی که این طفل پرورش می یابد و رشد می کند و نمو می کند و بزرگ می شود. باید محیط آرامش و اطمینان باشه، و سر فکر و اندیشه فرزند فشار وارد نشود. تشویق بکنیم فرزندانمان را. بابا جان من در دانشگاه و پوهنتون به کدرم، به من چی ارتباط داره؟
از این فرزند هیچ چی جور نمی شود. هدیه بدیم برای فرزندانمان. به به فرزندم دکتر شده، فرزندم انجینیر با خدا شده، فرزندم حقوقدان شده، فرزندم در مکتب استادها و اساتید از اخلاقش زیبا بیان میکنن، فرزندم در مدرسه میدرخشد. چه میشود همون لحظه او را به آغوش بگیری و سرش را بوسه بزنی، بگه جان فرزندم این هدیه برای تو که تو این چنین درخشیدی. خیلی افکار متعالی در خانه ها خاموش می شوند. خیلی افکار متعالی را ما در نطفه خاموش می کنیم چون تشویقی وجود ندارد. وقت فرزند میگه بابا جان من زبان انگلیسی را آموختم، با گوش بگیر بگو آفرین به به فرزندم. بابا جان من عالم دین شدم، بابا جان من دانشمند شدم، بابا جان من فلان خیرم، بابا جان من یک دکاندار صالحم، حرام نمیخورم، بابا جان کرچی به دست من خدا را یاد میکنم. این چنین فرزنده داری تو، دست ترحم بکش. از کجا ما میخواهیم امام ابو حنیفه ها را تقدیم جامعه بکنیم؟ از کجا میخواهیم امام بخاری ها را تقدیم جامعه بکنیم، امام شافعی ها را تقدیم جامعه بکنیم؟ از کجا خواجه های انصار سر بالا میکنند؟ از کجا فخر الدین های رازی قد علم میکنند؟ از کجا ابوالولید هیروی سر بالا میکنن؟ وقتی من و تو تشویق بکنیم فرزندانمان را. بگذاریم برای فرزند فرصت گفتگو بدیم، با شما گفتگو بکند. بهترین فرزند در خانه مسلمان بهترین بحث را میتواند مطرح بکند. کسی نیست که گوش بده صحبت‌های فرزندش. فرزندان لطف می‌خواهند، مهربانی می‌خواهند، تشویق می‌خواهند. رب العزت و الجلال بندگان خود را تشویق می‌کند و بشر الصابرین و بشر الذین آمنوا. این همه آیات قرآنی است. خوشخبری برای صابرا، خوشخبری برای مسلمان ها، خوشخبری برای فلان. این خوشخبری خدا یعنی تشویق بندگان. وقتی رب العزت تشویق میکند، من و تو چرا تشویق نکنیم فرزندانمان را؟ باید تشویق بکنیم. پدرجان من امروز در مکتب و دانشگاه و مدرسه و فلان جا استازم برای من لبیک و مرحبا گفت. من بحث میکردم، استاز گفت خوشا به حالت. این فرزند رشد میکند. باور بکنید این فرزندان رشد میکنند. مدیر ندارن، مشوق ندارن، مدبر ندارن، دلسوز کم دارن. نمیگویم پدر و مادر دلسوز نیان برای فرزندان خود، عقل نمیپذیره. هیچ پدر و مادر وجود نداره که خیرخواه فرزندان نباشند، اما راه درست را شاید عده‌ای ندانند، راه تشویق ندانند، همیشه زدنه. تبسم بکن به طرف فرزندان خود، بگو به به فرزندم بیا که تو رو با آغوش بگیرم. چی میشود؟ یک کتاب بخر، بگو اینو مطالعه بکن. بعد که تمام کردی از تو میپرسم داخل این کتاب چی بوده. وقتی فرزند تو بحث رو از درون کتاب بیرون کرد برای تو گفت، بعد او را به آغوش بگیر، مقدار به او تحفه بدی. اینها را ما و شما در خانه میکنیم. بله، بعد گفتمان را تغییر بدیم، فضای خانه را تغییر بدیم، فضای امن و امنیت، فضای نبوغ فکری فرزند. خانه
از اونجا فرزند رشد میکند. از داخل خانه متفکر و اندیشمند در جامعه تقدیم میشود.